از بخش‌های گوناگون کشور آمدند. رقص و پایکوبی دارند، می‌خواهند کم از کم این روز را در کنار همدیگر شاد باشند. آرزو داریم که نمی قسم مثل که امروز خوش هستیم باید خوش باشیم و نیاز به خوشی داریم. از جنگ بسیار خسته شدیم، می‌خواهیم باز چند لحظه خوش باشیم. شماری هم اسب سواری می‌کنند و شماری هم نمایش‌های ورزشی راه انداختند. بانوان با ستایش از برگزاری چنین جشن‌ها خواست‌های نیز دارند. کسایی را داریم که میان و باعث آزار اذیت میشن. مردم خندیده افغانستان این قسم برنامه خیلی خوشحال میکنه و باعث میشه که غمش از یاد ببرن. هر کس به یک محیط ضرورت داره، به محیط پاک و منظم و دور از دغدغه‌هایی که ما در شهر داریم. زنان و کودکان در کنار هم در خم و پیچ این دره گردش میکنند. هفتمین سال است که از جشنواره گل ارغوان در تپه گلغندی از سوی شماری از مقام‌های حکومتی و همچنان شهروندان کشور تجلیل به عمل می‌آید. شهروندان کشور که از بخش‌های مختلف اینجا گرد هم می‌آیند، یگانه خواستشان این است تا بتوانند این گونه فضا را در بخش‌های مختلف کشور داشته باشند. مهمانایی که اینجا میان با کمبود آب مواجه هستند، با کمبود امکانات رفاهی و اجتماعی از جمله بیت الخلاها و از جمله رستوران هایی که با هزینه کم بتونه نیازمندی مهمانای ما را رفع بکنم. مسئولین امنیتی نیز از تامین امنیت این جشنواره سخن میزنند. اطمینان بتیم، وعده بتیم و اطمینان خاطر برشان بتیم که اونا بیان در یک فضای امن گشت و گذار بکنند. بخش دیگر جشنواره گل ارغوان را سخنرانی مقام‌های حکومتی می‌سازد. ما نسبت موضوعات سردی هوا که پیش بینی نمی‌شد در اینترنت بارانی شکنه ما در یک فضای آزاد تجلیل از جشنواره گلغندی می‌گرفتیم. سال نو شروع کردیم با جشنواره گل نارنج در ولایت زیبای ننگرهار و در امروز جشنواره گل ارغوان هست. کودکانی که زیر دیوار سال آرزوی تامین صلح را در کشور دارند. ما اینجا به خاطر صلح آمدیم که مارکر بتیم برشان درباره صلح نوشته کنند و تعهد کنند که بر ما صلح میارن. نمایشگاه فراوردهای کشاورزی و نیز رسامی و نقاشی زنان و مردان ولایت‌های بامیان، کاپیسا و پروان بخش دیگر این جشنواره را می‌سازد.